رئیس جمهور افغانستان را مخاطب میکنم. میخواهی که صلح بین الافغانی ایجاد بشه و برای طرف مقابل هیچ بهانه‌ای نباشه، این زمینه را فراهم بساز. رسانه‌های لجام گسیخته را جلوش را بگیر. حدود و قصاص و تطبیق احکام شریعت. علما را جمع بکن، بگو قرآن را بگذارید در وسط، بیایید نظام را نظام قرآنی بسازید، نظام را نظام اسلامی بسازید که برای دیگران بهانه نماند. امروز دغدغه‌ای که برای ملت پیش آمده با کافر توافق ولی با داخلی جنگ. خب میای طرف از ما میپرسه حکم از این چیست؟ خب ما زبان ما بسته هست، چی بگیم برایش؟ بگیم جمهوری اسلامیه؟ خب این رسانه ها که اسلامی نیست. بگیم جمهوری اسلامیه، محاکم اسلامی نیست. بگیم جمهوری اسلامیه، سارنوالی ها و اینها اسلامی نیست. اگر بگیم جمهوری اسلامیه، در اسلام نظام دموکراسی نیست. اگر بگیم اسلامیه، بالاخره صدها اشکال و مشکل دیگه ایجاد میشه. همه خود را آماده کنید مسئولین نظام. وقتی یک مجاهد صدا بلند میکنه که من میجنگم با طرف خود را اصلاح بکنه. چی میخواه طرف؟ ما برای مسئولین افغانستان میگم از این بیشتر فرزندان این سرزمین را به کشته نکنید. از این بیشتر به نام اردو و پلیس جوانان مسلمان را انگیزه ندهید. از این بیشتر والله العظیم قسم یاد میکنم به این منوالی که نظام افغانستان پیش میره، اگر امارت اسلامی بیایه به همین منوال توافق بکنه که هیچ تغییراتی نیایه، صدها امارت اسلامی دیگه از این سرزمین به وجود میاد. صدها مجاهد دیگه از گوشه گوشه افغانستان صدا بلند میکنه. حرکت کنید. و مسئولین نظام میگم شما اسباب صلح بین الافغانی ایجاد بکنید تا اینکه طرف متوجه بشه. در این نظام حدود و قصاص رو بیاورید تا اینکه طرف متوجه بشه که حدود و قصاص هست. نظام دموکراسی و غربی رو بزنید کنار، نظام اسلامی رو بیاورید تا اینکه به طرف فهمانده بشه. چرا برادر عزیز می جنگی؟ نظام اسلامی نیست؟ هست؟ بله. حدود و قصاص میگی؟ بله هست. امر به معروف و نهی از منکر میگی؟ بله هست. خب شما اینها رو ایجاد بکنید. شما وقتی که حرکت میکنید که ما در مقابل بالاخره بیگانگان، اینجا بحث بیگانه و خودی نیست. ملت افغانستان مسلمان. ما برای برادران اردوی خود، برادران پلیس خود، برای ارتش نظام افغانستان میگم که اونها برای بزرگان خود بگن که برادر ما این تفنگ که به شانه کردیم مسلمانیم، کلمه میگیم، لا اله الا الله میگیم، چرا زیر بیرق و پرچم دموکراسی بجنگیم؟ چرا زیر پرچم بالاخره انسانهای سکولار و بیدین و غرب زده بجنگیم؟ بله، فریاد اردو باید بلند بشه، فریاد پلیس باید بلند بشه تا اینکه مسئولین متوجه بشن. اگر آن وقت ما در افغانستان حدود و قصاص داشتیم، قانون الهی اجرا میشد، نظام دموکراسی کنار رفته، اگر نظام اسلامی را آوردیم، هر گروهی که در مقابل این نظام استاده شده، ما از همین منبر علیه او اعلان جهاد